خداوند بر مردم هیچ ظلمی روا نمی‌دارد، بلکه این خود مردمند که به خویشتن ظلم می‌کنند. روزی که خدا همه را محشور کند، چنان احساس می‌کنند که گویی بیش از ساعتی از روز در دنیا نبودند، آن هم به اندازه‌ای که فقط یکدیگر را دیده باشند. حقیقتاً زیان کردند کسانی که دیدار الله را انکار نمودند و هدایت نیافتند. پاره‌ای از مجازاتشان را که به آنها وعده داده ایم یا در دنیا به تو نشان دهیم و یا قبل از آن تو را بمیرانیم، در هر حال بازگشت همشان به سوی ماست و خداوند شاهد عملکردشان است. برای هر امتی پیامبری است و چون پیامبرشان بیاد